اینجا یک پلین اضافه میکنیم که به حیث بک‌گراند از آن استفاده کنیم. با کلید S سایزش بزرگ میکنیم و در موقعیتی که مناسب است قرارش میدهیم. از قسمت متریال هر رنگی که مورد علاقه ما بود برش رنگ اضافه میکنیم. به همین ترتیب آبجکت های دیگر را هم انتخاب نموده و از قسمت متریال رنگ مورد علاقه خود را برش اضافه میکنیم. اینجا با تغییر دادن رنگ اولین آبجکت، رنگ تمام آبجکت هایی که از روی آن کپی گرفته بودیم هم تغییر میکند به همان یک رنگ. و شما اگر خواستید که آبجکت های دیگر را به رنگ های مختلف تغییر بدهید، آبجکت را انتخاب نمایید و از این قسمت متریالش را حذف کنید و نیو متریال را انتخاب نمایید. خب حالا برای اینکه کامرایی که ایجاد میکنیم توپ در هر قسمتی که حرکت کرد توپ را تعقیب کند، از قسمت Empty Plan Axis را انتخاب میکنیم. توپ را انتخاب میکنیم، با کنترل P آبجکت را انتخاب میکنیم. حالا با کلید شیفت از قسمت کامرا یا کامرا هم اضافه میکنیم. اگر پلی کنیم میبینید که فعلا کامرا حرکت نمی کند و یک قسمت را برای ما نشان میدهد. برای اینکه کامرا توپ را تعقیب نماید، از این قسمت تراکتور را انتخاب نموده و با این قطره چکان آبجکت امپتی را انتخاب میکنیم. حالا توپ در هر قسمتی که حرکت کند کامرا آن را تعقیب مینماید. خب برای ناپدید ساختن این آبجکت امپتی انتخابش میکنیم و با کلید H ناپدیدش میکنیم. فعلا کامرا توپ را از یک موقعیت تعقیب میکند. برای اینکه کامرا هم حرکت کند و از موقعیت هایی که میخواهیم توپ را تعقیب نماید، کامرا را انتخاب میکنیم و از این قسمت کامرا را تغییر موقعیت و به هر سمتی که خواستیم چرخشش داده میتوانیم. و با فشار دادن کلید آی در همان فریمی که انیمیشن موقعیت می داشته باشد، در همان فریم موقعیت کامرا هم ثبت می گردد. به همین ترتیب در فریم های بعدی هم در هر فریمی که خواستیم موقعیت کامرا را تغییر داده و با کلید آی ثبتش می کنیم. حالا کامرا هم حرکت می کند و از یک قسمت توپ را تعقیب نمی کند. و اگر از دید خود کامرا پلی کنیم این گونه برای ما نمایش داده می شود.